امروز میخوام یه تمرین فوق‌العاده بگم که اگه فقط 21 روز انجامش بدی ذهنت از مدار کمبود میره تو مدار فراوانی. اسمش هست بازی فراوانی. از همین الان شروع کن. یه دفتر خوشگل بردار و روش بنویس دفتر بازی فراوانی من. زیرش بنویس روز اول موجودی من 100,000 تومان. حالا قرار این پول رو خرج کنی، اما فقط ذهنی نیست. باید دقیق بنویسی چی میخری، با چه حسی و چرا. مثلا بنویس 50,000 تومان برای یه شمع معطر که انرژیمو بالا ببره، 30,000 تومان برای یه دفتر شب‌گذاری، 20,000 برای یه فنجون قهوه با دوستم. بعد چشماتو ببند و تصور کن واقعا خریدشون کردی. بوی شمع، گرمای فنجون قهوه، لبخند دوستت، اون حس فراوانیه که قانون جذب بهش جواب میده. حالا هر روز مبلغ 2 برابر میشه. روز دوم 220,000، روز سوم 400,000، روز چهارم 800,000 و همینطور ادامه بده. اما یه نکته خیلی مهم، وقتی مبلغ زیاد میشه، مثلا 1,000,000 یا 5,000,000، نباید فقط یه چیز بخری و پول اضافه بمونه. باید کل مبلغ رو خرج کنی، چون جهان فقط وقتی پول رو به سمتت میفرسته که بدونه تو آماده‌ای با عشق خرجش کنی. یعنی مثلا اگه 5,000,000 داری، بنویس 1,000,000 برای یه عطر خاص، 2,000,000 برای هدیه دادن به مامان، 1,000,000 برای یه دوره رشد شخصی، 1,000,000 برای یه لباس خاص که حس خوب میده. حتما همه مبلغ رو بنویس و خرج کن. حتی اگه لازم شد چند تا خرید کوچیک بنویسی، چون پول در مدار حرکت و جریان برکت زنده میمونه. و یادت باشه مهمترین بخش این بازی احساسه. فرقی نمیکنه عدد چقدره، مهم اینه که حس فراوانی و لذت خرج کردن رو بسازی. بعد از نوشتن خریدها یه جمله بنویس مثل خدایا از فراوانی بی پایانت ممنونم. پول با عشق و آسانی وارد زندگی میشه. هر روز ادامه بده. حتی اگه حس کردی دیگه چیزی برای خرید نداری، اون روز دقیقاً همون روزیه که ذهن تو داره از کمبود عبور میکنه و به مدار جدید میره. و قول میدم که اگه 21 روز ادامه بدی اتفاقایی میفته که خودت باور نمی کنی. اینجا جادوی جذبه. هر هفته با یه ویدیوی جدید درباره قانون جذب، ارتعاش و شوک‌گذاری برمیگردم. پس یادت نره سابسکرایب کنی، لایک بزنی و توی کامنت بنویسی من بازی فراوانی رو شروع کردم، چون از همین لحظه تو وارد مدار فراوانی شدی.